آموزش 0 تا 100 این سایه تمام خطی برای کسایی که چشمای درشت و سایه‌های خطی دوست دارن. از توناژ رنگایی که میبینیم برمیدارم قهوه‌ای سرد هستش و دقیقا داخل کریس پلکتون میذارین. اگر چشماتون پف دارم هستش میتونین این سایه رو برای خودتون انجام بدین. داخل کریس پلکتون و یکم بالاتر از کریس پلکتون این رنگ سایه رو میذارین. بعد از سایه قهوه‌ای سرد از یه قهوه گرمتر و قهوه مدیوم فندقی استفاده میکنم و دقیقا روی همین سایه این رنگ سایه رو میذارم و شارژش میکنم. شما هر چقدر دوست دارین که سایه‌تون غلیظ‌تر باشه میتونین رنگ‌های تیره تری برای سایه‌تون استفاده کنین. بعد از گذاشتن رنگای دلخواهم میرم سراغ کات انداختن که با استفاده از یه براش سرتخت و کانسیلر شروع کنم داخل کریس پلکم و دقیقا همونجا که کریس پلکم هست به صورت یه منحنی کات میندازم و انتهاشو به صورت یه منحنی رو به بالا که بهش آی با کلا میگن ادامه میدم. کسایی که پف پلک دارن این خطو بالای پف پلکشون و بالای کریس پلکشون بذارن. بعد از اینکه خطو انداختم پایین کار رو کلن کانسیلر میذارم و شروع میکنم با بلندر یا یه براش سرتخت تمیز چربی اضافی کار رو میگیرم و بلافاصله با استفاده از پودر فیکس یا با استفاده از سایه رنگ روشن کامل خشکش میکنم کانسیلر رو. توی این مرحله میام خط چشم میکشم. خط چشمم سلیقه‌ای هستش، من همیشه خط چشم گربه‌ای میکشم. فقط شما اگر دوست داشتین که سایه‌تون شاین باشه بعد از اینکه خشک کردین اون قسمت مات و کانسیلر رو میتونین با استفاده از چسب و یه رنگ شاین بزنین برای خودتون که کارتون هم خوشگل‌تر و مجلسی تر میشه. برای اینکه چشماتون هم درشتر دیده بشه حتما گوشه داخلی خط چشمتونم تیز کنین و خط چشم بکشین. از موجه های سبک خودم استفاده میکنم که گوشه بلند، فر و تقریبا دونه هستش که چشماتون رو خیلی خوشگل تر میکنه. موجه رو کاملا میذارم و قسمت انتهایش رو یه کوچولو بالاتر میچسبونم که چشمم رو لیفت کنه. میریم سراغ خط زیر چشم که با استفاده از یه براش سرتخت از رنگ سایه قهوه‌ای تیرتون برمیدارین یا قهوه‌ای متوسط و همینطور که میبینید شروع میکنین از فاصله که دلتون میخواد، فاصله بن موجتون یه خط میندازیم. فقط ابتدای خطتون یه ذره به سمت پایین و انتهای خطتون در راستای خط چشمتون قرار بگیره. بعد از اینکه گذاشتم حالا روی اون خط رو یه کوچولو با رنگای قهوه‌ای تیره تر پررنگ تر میکنم. کسایی که دوست دارن خط زیر چشمشون بولدتر باشه میتونن از رنگ مشکی هم استفاده کنن و در نهایت هم یه ریمل میزنم هم برای پلک بالا و هم برای پلک پایین که برای پلک پایین میتونین موجه دونه ای روی خطی که کشیدین هم بندازین ولی خب یه خورده غیر طبیعی میشه کارتون. اینم از سایه فوق‌العاده خوشگل ما که بچه‌ها سلیقه‌ای هستش. خیلی این مدل سایه ها رو دوست دارن و میپسندن. خیلی هم کارای لایت تر دوست دارن. امیدوارم دوست داشته باشین. سیو یادتون نره.